سلام، دکتر سایدی ام. توی این ویدیو میخوام در مورد عمل ابدومینوپلاستی باهاتون صحبت کنم. با من همراه باشید. به عمل جراحی کوچیک کردن شکم عمل ابدومینوپلاستی میگن. این عمل برای افرادی مناسب هست که کاهش وزن شدیدی داشتن یا سابقه چندین نوبت بارداری رو دارن. همچنین افرادی که پوست اضافه تو ناحیه نافشون دارن یا عضلات جدار شکمشون به شدت ضعیف شده و همچنین افرادی که بعد از عمل لیپوساکشن ظاهر مناسبی به جدار شکمشون ایجاد نشده و افرادی که زخم عمیق در ناحیه سزارین دارن میتونن از عمل ابدومینوپلاستی سود و بهره مناسبی ببرن. بسیاری از مراجعین سوال میکنن آیا عمل ابدومینوپلاستی رو به صورت همزمان با سزارین میشه انجام داد؟ جواب اینه که این دوتا عمل رو به صورت همزمان میشه انجام داد. ولی اگر عمل سزارین در ابتدا انجام بشه، عمل ابدومینوپلاستی رو حداقل 6 هفته بعد باید انجام داد. مهم اینه که بدونید بسیاری از افراد کاندید مناسبی برای عمل ابدومینوپلاستی نیستند. افرادی که بعد از عمل ابدومینوپلاستی قصد کاهش وزن جدی دارن، افرادی که قصد بارداری دارن و همچنین افرادی که بیماری‌های قلبی دارن یا افرادی که BMI بالای 40 دارن، گزینه‌های مناسبی برای عمل ابدومینوپلاستی نیستند. بعد از عمل ابدومینوپلاستی زاویه خواب باید زاویه 45 درجه باشه و زانوها کاملا به داخل شکم جمع بشه. در روز اول بعد از عمل با کمک تیم پزشکی مراجعه کننده باید راه بره تا از تشکیل لخته‌های خون در ناحیه شکم جلوگیری بشه. استفاده از گن در 6 هفته اول بسیار مناسب هست تا شکل و فرم و نتیجه مناسبی رو ایجاد کنه. و نکته پایانی این که اگر عمل ابدومینوپلاستی توسط یک تیم حرفه‌ای انجام بشه و مراقبت‌های بعدش هم به شکل مناسبی انجام بشه، یک نتیجه خوب و دائمی رو خواهیم داشت. ممنون از همراهیتون.